مجاهدین پس از 14 سال جنگ در برابر نظام کمونیستی در افغانستان سرانجام با رد طرح صلح سازمان ملل متحد حکومت دکتر نجیب الله را در نتیجه جدا شدن بخشی از ملیشه‌های نظامی کمونیستی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم و پیوستن آنان با حزب جمعیت اسلامی سرنگون ساختند و دکتر نجیب الله به دفتر سازمان ملل متحد در کابل پناه برد. پس از پیوستن برخی از مقام‌های حکومتی کمونیستی، دکتر نجیب الله با مجاهدین روز 8 ثور سال 1371 هجری خورشیدی گروه‌های گوناگون مجاهدین وارد کابل شدند و صبغت الله مجددی را به عنوان رئیس جمهور موقت برگزیدند. در 14 سال نبرد در برابر نظام کمونیستی و اتحاد شوروی که به شدت از آن نظام پشتیبانی می‌کرد، مجاهدین از سوی ایالات متحده آمریکا و شماری از کشورهای غربی کمک می‌شدند. افزون بر این کشورهای پاکستان، ایران، عربستان و شماری از کشورهای دیگر منطقه نیز برای هدفهای سیاسیشان مجاهدین را کمک می‌کردند. اما پس از پیروزی مجاهدین این کشورها راهبردشان را در مسئله افغانستان تغییر دادند و هر کدام با پشتیبانی از احزاب و گروه‌های مشخص مجاهدین و دادن کمک‌های نظامی و مالی به آنان نقش مهمی را در ایجاد اختلاف‌ها و شدت یافتن درگیری‌ها میان احزاب مجاهدین انجام دادند. مجاهدین را جامعه جهانی از آن جمله ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر همکاری می‌کرد و بیشترین همکاری یقینا از جانب پاکستان صورت می گرفت و پاکستان با استفاده از این همکاری و با استفاده از این جو توانست منافع ملی و استراتژیک خویش را هم تأمین بکنند. زمینه برای یک وفاق ملی، یک حکومتی که با قاعده وسیع همه چیز آماده بود، اما بدبختانه یک بار دیگر پاکستان مانع ثبات در افغانستان شد و شبکه‌هایی را که مانع روند صلح در افغانستان بود کمک کرد. شعارهای اعلامی ما با آنچه که بعد از 8 ثور اتفاق افتاد مطابقت و هماهنگی لازم را نداشت. درست چند روز پس از به قدرت رسیدن مجاهدین، درگیری‌ها میان گروه‌های گوناگون مجاهدین آغاز شدند که در نتیجه این درگیری‌ها هزاران تن از باشندگان کابل و افراد بیگناه کشته شدند و نیز شمار زیادی از شهروندان افغانستان مجبور به ترک وطن شدند. با باور آگاهان در این درگیری‌ها بیشتر زیربناهای بجامانده از زمان حکومت دکتر نجیب الله نابود شدند و سبب به میان آمدن بحران زیاد در کشور گردیدند. سرانجام کابل با میدان نبرد میان گروه‌های مجاهدین مبدل شد و از آسیب پذیرترین ولایت‌ها در زمان درگیری‌های گروهی مجاهدین گفته شده است. این شهر به بخش‌های گوناگون میان گروه‌های مجاهدین تقسیم شد. جنوب شهر کابل از سوی هواخواهان گلبدین حکمتیار اداره می‌شد. در غرب شهر کابل گروه‌های مسلح به رهبری عبدالعلی مزاری حاکم بودند. در جنوب غرب شهر کابل نیروهای عبدالرشید دوستم فرمانروایی می‌کردند و در شمال شرق شهر کابل نیروهای مربوط به شورای نظار زیر فرماندهی احمد شاه مسعود مستقر بودند. در 4 سال حکومت مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی، حکومت حتی در برخی از بخش‌های پایتخت نیز حاکمیت نداشت. نبردهای داخلی میان گروه‌های مجاهدین تا سال 1375 هجری خورشیدی ادامه داشتند. با باور آگاهان ادامه این نبردها زمینه را برای آمدن طالبان به کمک مستقیم پاکستان به افغانستان آماده ساختند. راتب نوری، طلوع نیوز.